تصور کن زنی هستی در قرون وسطا، نه جرم خاصی داری نه گناهی واقعی، فقط زبانت تیز است یا شاید فقط نظر دادی و مجازاتت پوزبند خاموشی است. یک نقاب فلزی زنگ زده با تیغه‌ای تیز که در دهانت فرو می رود. هر تلاشی برای حرف زدن یعنی بریدن زبانت از درون، یا بدتر از آن گلابی شکنجه، ابزاری فلزی که وارد بدنت می شود، با چرخاندن یک پیچ از درون باز می شود و همه چیز را می دارد. این فقط یک گوشه تاریک از آن چیزی است که بر زنان گذشته است و اگر می خواهی بیشتر بدانی از وحشیانه ترین ابزار شکنجه در قرون وسطا، همین حالا ویدیوی کامل را ببین.